نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. می خواهی در جنت برایت خانه باشد؟ پس حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی برای خدا مسجد بنا کند، خداوند برایش در جنت مانند آن خانه بنا می کند. بله برادر و خواهر عزیزم، ساختن مسجد به نهایت ثواب بزرگ دارد. اگر شخص مبلغی نداشته باشد که یک مسجد را بسازد، می تواند در ساختن آن سهم خود را گذارد و اینچنین اگر مبلغ نداشته باشد می تواند در ساختمان آن مسجد اشتراک کند. و یک چیز را فراموش نکنید که در وقت ساختن مسجد نیت فقط خاص برای الله باشد، چون که همه کارها وابسته از نیت است. اگر انسان مسجد بنا کند به نیت خود نشاندهی، به نیت ریا یا به نیت که انسانها او را حرمت کنند، هیچ ثواب او نخواهد گرفت و در جنت خداوند برای چنین شخصان خانه بنا نخواهد کرد. و همین سبب در همه کارها باید به نیت خود نگریم که نیت برای چیست. بنابراین اگر شخصی به خاطر الله، برای راضی الله مسجد بنا کند یا که در بنا کردن سهم خود را گذارد، انشاءالله خداوند در جنت برای او خانه آماده می کند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.